در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیزی دیگران گردی تو نیز. یکی از استادان بهترینی ما است که سالهای زیادتر که مرا قناعت کرده گشته است. رستم داستان بود. چیکار سامیگولی ما گفتم که بزن تو زدی کشتی بچه مردم گویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادرای قدردان، روز احمد بخیر شادی باشه. میگه دیروز و امروز و فردا. دیروز گذشت، امروز زندگی داریم، فردا نمیدونیم که چی میشوه. برای زندگی ما خوب شدن، برای فردا ما امروز باید مهنت کنیم. اینا خوشو در اصحابتان گفت، یعنی بلاگر حاضره در اصحابتان قید کنیم. برادرای عزیز، این سخنان رو من برای به این خاطر میگم که برای چی؟ برای فردامون امروز مهنت کنیم. اینا هاشم گدا را گفتیم وقتش که جوان بود، رستم داستان بود. دنیا را میلرزون، در حقیقت دنیا را میلرزون. انا امروز که بین ای سببی پیری همی ای زندگی همی ای میگه که رفتند و رویم و باز آیند و روند. این دنیا دا چقدر رستم و سهراب، چقدر هاشم گدا بودن، گذاشتن رفتن. انا ما یک هنرمند دیگر را خواستم که پیشنهاد کنم، البته که من ندیده نتونستم که هم خود بگذارم. من میخوام که هم ما دیدن کنم، هم کلی شما دیدن کنم، هم مردم تاجیکستان دیدن کنم. هنرمند بود که زمانی بودگه که قطعی یوری نیکولین در یک صحنه برآمد کرده. قطعی یوری نیکولین، این شوخی نیست. جمال الدین صدرالدینوف استادی ما که ما طول 8 سال مرا درسم آموخت. مقصد شاگردم گفت، با احسنم گفت، با دعام دادم چه شاگرد وفادار گفته. من میندارم ای استاد. انا که برمیگردیم با هاشم گدا در حقیقت زور بوده که نگاه که چقدر عنوانا گرفت، چقدر وای گرفت. اینو ما در اومدم دیدم که چقدر کتابخانه هاش هر یک کدومتون دیدگین، چقدر کتاب نوشته، چقدر وای نوشته، با پیشوای ملت صورت داره. و مقصد که درجه اولیش در زندگیش گذراندگی در همین تاجیکستانی ما. البته که هر یک چی وسگی و خوردی داره. خیلی تاجیکستانی ما البته که خورده. بعد از جنگ ما کوشش کرده همین قبا پخستیم. حالی انشالله که آینده الان نور میشود. در آینده برای همین آینده شاگردای ما، دوستای ما را سراغ کنن، ما باید حاضر سراغ کنیم. باید سراغ کنیم. کسانی که میخواهند که کمک کنن برون خونهش. یا هاشم گدان دیگر استادا بسیار هم برون خونهاشون، برون کمک مالی بتونن کمک مالی کنن، هنرمندا را دستگیری کنن. بسیار جوانایی هستن که مقصد که در این دولت هم باشن، در اون دولت هم باشن، فخر میکنن که ما خیلی هنرمند داریم. البته که این هنرمندای استادای ما با فخر هستن. و جمال الدین صدرالدینوف میستم خیلی کمک استادم نزدیک همیشم. وقتی جوانیش ده پل میافت، دنیا را میگشت. ای ازبکستان هم زنگ گرفته گه، ای گرمانی هم زنگ گرفته گه. ای روی نقلای خودش مثال ده گرمانیا ایتا گفت هم روسای تا نشود که زنگ گرفته گه. مقصد ده تا فرزندک داره، 3 تا 2 بچه داره، 1 دختر. خیلی روز چه زندگی میکنه و با نمیست تمبولی که او میگن که فرزندی نغز باغ پدر، فرزندی بد داغ پدر. فکر میکنم که استاد جمال الدین فرزنداش با او درجه و فرزندایی که هستن پدراشون نگاه بین میکنن و خونه خدا روی میکنن، برای پدر جانشون میتن. ما الحمدلله ما ملت تاجیک، ما مردم مسلمان، بعد از خدا ما پدر و مادرمون رو میدونیم. بعد از خدا ما پدر و مادرمون رو میدونیم. هم خلاص برادرم. اینا یک بچه کش همینجا میروه. رستم، رودیک، فیشر خیلی اویلش بندگی کردن در گرمانیا، مردن. این خودش حالی پنسیونر. مقصد در گستنسای فرهنگ خواه
یک میریم حالش با خبر میشه. این استاد قدیمت طول 8 سال چقدره که گفتم اینا کار و فعالیت کردم، اینا با میمونم تماشا کنین ببینین خدمت‌های شایسته هم کردگیان در سیرکی تاجیک. ای وقتی که سیرک شیدگی استاد کار و فعالیت میکنه. پیش ای سیرک چویی بدای نقل میکنه، سیرک چویی در برآمد میکنه. با در تاشکند، در روسیه، در تمام دنیا گشتگیان. اگر که شما بخواین مقصد که بعد همین برنامه شما بخواین یک بار ما برام دیدن کنم حالی استاد پرسان کنم چه خیلی که استاد هاشم گدار پرسید ارزوی صاحب گفت که عین حال چه روز و روزگار دارین، من میخوام برام یک بار پرسان کنم در گسیسه فرهنگ خوای نه یک بار پرسان میکنم که عین حال چی حال دارین. این من راستی که به وقتی که خانه خدا رفتم اومدم دیگه نرفتم، نه سیرک رفتم دیگه. همین بس که گفتم بس همین مسخره بازی را بس گفتگی من بچه‌ها با میفهمونم تو که صنعت بسیار شاخه‌ها داره. من مسخره بازی را بس گفتگیم، من مقصد خنده به معنی را بس گفتگیم. نکیم ایتونه که من دیپلم دارم اکتیورم، من اکتیوری ما پرتم و اکتیوری دیگه چیه شاخه خودش داره، حافظی شاخه خودش داره، رپ شاخه خودش داره، باتل شاخه خودش داره، میلیون شاخه ها هسته. شما همین را آمیخته نکنیم برادرو. برای همین خم من مسخره بازی را بس کردگیم. من دیگه مسخره بازی من در سیرک میکردم، میرفتم در سیرک مسخره بازی میکردم، لنجام سرخ میکردم و میخوندم. من مو چی را بس کردگیم برادرو. برای همین یک جای میریم حالی استاد با خبر میشیم. چی گفتیم برادرو؟ کو شما اگر که بخواین میره یا لایک شپک و یک کامنتاری هم میکنیم، من میرم حالی استاد با خبر میشم. خدا نگهبان آمد، روزی خوش و با خوبی داشته باشیم برادرای عزیز. خدا نگهبانتون.